با عرض سلام در خدمت شما هستیم با آموزش ساخت پاورپوینت با هوش مصنوعی پاپ ای آی که ابزار نسبتاً قوی هست، هرچند پولی و اشتراکی هست و نسخه رایگان بسیار محدودی داره. خب ابتدا آدرس سایت پاپ ای آی رو داخل مرورگرمون تایپ میکنیم که هست popai.pro popai.pro. خب صفحه اصلی سایت باز میشه که اون پایین یه سری تم و تمپلت گذاشته و در قسمت بالایی هم یه کادری میبینید که باید متنمون رو درش تایپ بکنیم. ما میایم متن رو تایپ بکنیم. خب اینجا یه پنجره دیگه باز میشه و از ما میخواد که اول اکانت داشته باشیم. برای ساخت اکانت یا ورود با اکانت گزینه لاگین اون بالا سمت راست رو کلیک میکنیم. دوباره همون پنجره باز میشه و اینجا دو تا گزینه به ما داده. یکی اون کادر بالا هست که میتونید آدرس ایمیلتون رو درش تایپ بکنید و بعد گزینه نکست رو بزنید. یه کدی به ایمیل شما ارسال میشه، کد رو اینجا وارد میکنید و خیلی راحت وارد میشید. گزینه بعد هم ورود با اکانت گوگل هست اون پایین که اگر مرورگر شما به اکانت گوگلتون متصل باشه خیلی راحت با چند تا کلیک میتونید وارد بشید که البته اینجا خلاصه شده. و بعد از ورود اون دکمه لاگین اون بالا به اون شکل در میاد. این هم که چیز خاصی نیست، صرفا یه اطلاعی هست درباره بروز رسانی های سایت. خب حالا میتونیم متنمون رو یا پرامپتمون رو داخل اون کادر تایپ بکنیم و حالا اینجا من ازش خواستم که یک ارائه 5 اسلایدی درباره تغییرات اقلیمی بسازه. بعد از تایپ متنمون میتونیم اون دکمه کناری رو بزنیم و حالا اینجا منتظر میمونیم تا فایل پاورپوینت ما رو آماده بکنه. این فرایند یه مقدار طول میکشه. حالا اینجا نوشته تا 3 دقیقه ممکنه طول بکشه و اینجا روند تفکر هوش مصنوعی رو نشون میده. حالا ما یه مقدار ویدیو رو اسکیپ میکنیم، میبریم جلو و نتیجه کار چنین چیزی میشه که در سمت راست صفحه اسلاید های مورد نظر شما رو آماده کرده و خیلی شیک و جذاب و حرفه‌ای و نمودار هم به طور دقیق طراحی کرده. به نظر اسلاید های واقعا قابل قبولی میان. و سمت چپ هم باز فرایند تفکرش رو نوشته که چیکار کرده، چه مراحلی رو برای ساخت این پاورپوینت طی کرده. اون بالا هم پرامپت خودمون هست. اگر بخوایم پاورپوینتمون رو ادیت کنیم میتونیم اون پایین دوباره متن دیگه ای رو وارد کنیم و درخواستی ازش داشته باشیم. اینجا من ازش خواستم که رنگ اسلاید ها رو تغییر بده، رنگ بندی کلیشون رو، و رنگ خاصی هم بهش ندادم. حالا خودش اینجا رنگ بنفش رو انتخاب کرد و با همون محتوا و همون ساختار صرفا رنگ بندی بنفش رو برای اسلاید هامون انتخاب کرد که خب نسبتا زیبا هم شده. اما برای دانلود این اسلاید ها به صورت فایل پاورپوینت گزینه دانلود رو اون بالا کلیک میکنیم. پنجره‌ای برای ما باز میشه که اینجا امکان دانلود فایل با 2 فرمت، یکی فایل پاورپوینت و اون یکی PDF رو در اختیار ما قرار داده. البته برای دانلود به نسخه پرو و خرید اشتراک نیاز دارید، به همین دلیل اینجا خطا میده و صفحه خرید اشتراک رو براتون باز میکنه. خب حالا ما این صفحه رو میبندیم و میریم به سراغ امتحان کردن یکی دیگه از امکانات پاپ ای آی که ارائه داخل خود سایت هست با گزینه آبی رنگ اون بالا. با کلیک روی این گزینه اسلاید ها به صورت تمام صفحه داخل مرورگر شما نمایش داده میشن و میتونید خیلی راحت ارائهشون بدید. تا اینجا ما ساخت پاورپوینت انگلیسی رو تست کردیم، اما بریم نسخه فارسی رو هم یه امتحان بکنیم. من دوباره داخل این کادر یه متنی بهش میدم، اما این بار به زبان فارسی و ازش میخوام که چند تا اسلاید درباره تغییرات اقلیمی برام بسازه و خب دوباره وارد این صفحه میشه و شروع میکنه به تحلیل و انجام فرایند. چون ازش خواسته بودم که تخصصی باشه میبینید که بیشتر داره پردازش میکنه و سرچ میکنه داخل وب و این هم نتیجه کار هست. به نسبت خوب کار کرده، محتوای تخصصی کامل و طراحی نمودار دقیق، اسلایدهای شیک و مدرن، اما یه سری ایراداتی داره. یکی این که تم و تمپلتش مناسب نیست برای تغییرات اقلیمی.
تم مولکولی گذاشته که بیشتر برای ارائه‌های پزشکی مناسبه و دومی این که متن فارسی رو از چپ به راست تنظیم کرده، چپچینش کرده. بنابراین همیشه به ویرایش دستی و اصلاح پاورپوینت هوش مصنوعی نیاز دارید. اگر وقت این کار رو ندارید میتونید از خدمات سایت پاورپوینت یار استفاده کنید. ممنون از اینکه همراه ما بودید.